خانم ها و آقایان، اگر شما از بازدید ویدیوهای تیک تاک خود رنج میبرید و بازدید ویدیوهای تیک تاک شما کم میباشد، امروز چند چیز مهم را من به شما نشان میدهم که حتما اینها را در تیک تاک خود تغییر بدهید. امروز من به شما آموزش درست آپلود کردن ویدیوها را در تیک تاک نشان میدهم و به شما میگویم که چه تنظیمات مهم را موقع آپلود کردن ویدیو در تیک تاک شما باید انجام بدهید تا ویدیوهای شما بازدید بیشتر بخورد. من مختار هستم، مشهور به دیوانه فشار، و در کانال یوتیوب خود هر هفته به شما ویدیوهای آموزشی پست میکنم. اگر شما در مورد تیک تاک مشکل دارید، کانال یوتیوب من را سابسکرایب کنید، علامت زنگوله را هم فشار بدهید تا هر هفته ویدیوهای آموزشی که من در کانال یوتیوب خود به شما پست میکنم شما اولین کسی باشید که از ویدیوهای من با خبر میشوید. حالا من به شما مهمترین تنظیمات آپلود ویدیو را در تیک تاک نشان میدهم. اگر شما همین چیزهایی که من نشان میدهم همین کار را برای خود انجام بدهید، من مطمئن هستم که ویدیوهای تیک تاک شما بازدید زیاد میخورد و مشکل شما برای همیشه حل می شود. خب شما باید این قسم تیک تاک را برای خود باز کنید و بروید از گالری موبایل خود یک تا ویدیو را در تیک تاک آپلود کنید. به خاطر این کار ما روی علامت مثبت میزنیم و حالا دوربین تیک تاک برای ما باشد. ما میتوانیم که اینجا مستقیم از خود یک تا ویدیو بگیریم و یا برویم از موبایل یک تا ویدیو را انتخاب کنیم که من حالا میروم از موبایل یک تا ویدیو را انتخاب میکنم. اینجا روی گزینه آپلود را میزنم و این گالری موبایل من میباشد. از اینجا حالا من یک تا ویدیو را انتخاب میکنم. به طور نمونه من این ویدیو رو انتخاب میکنم و در پایین روی گزینه نکست رو میزنم. حالا ببینید که این صفحه برای من باز شد. در این صفحه موضوعات چیزها را تغییر نمیدهیم، از اینجا رد میشویم و در صفحه بعدی من چیزهای مهم را به شما نشان میدهم. خب دوستان عزیز، این صفحه خیلی مهم میباشد. در اینجا من در اول میتوانم که برای ویدیوی خود یک تا دسکریپشن را انتخاب کنم و در پایین تر یک تا هشتگ را انتخاب کنم. هر قدر هشتگ که شما اینجا وارد کردید به نفع ویدیوهای تیک تاک شما میباشد که به طور مثال من اینجا فقط نام خود را وارد میکنم. و چیزی که خیلی مهم میباشد، حالا شما میتوانید یک تا ویدیوی قبلی که در تیک تاک پست کردید و زیاد بازدید دریافت نکرده است اون را بیایید در این ویدیوی خود چه کنید وصل کنید. به خاطر وصل کردن ویدیوهای قدیمی که در تیک تاک پست شده میتوانید که اینجا کلیک کنید و حالا میبینید که اینجا تمام ویدیوهای تیک تاکی که شما پست کردید برای شما آمد و شما میتوانید یک تا ویدیو را از اینجا انتخاب کنید که زیاد بازدید نگرفته است. به طور مثال من این ویدیو رو انتخاب میکنم و شما میبینید که ویدیوی من حالا اینجا اضافه شد. یعنی هر کسی که این ویدیوی من را ببیند میتواند ویدیوی قبلی من را هم ببیند. از این طریق من میتوانم که بازدید بیشتر دریافت کنم. و در پایتر یک چیز خیلی مهم میباشد دوستان، شما میتوانید که برای ویدیوهای خود لوکیشن انتخاب کنید. فایده این چی میباشد؟ شما میتوانید در تنظیمات تیک تاک خود بروید و ببینید که کدام مردم ویدیوهای شما را میبیند و بازدید ویدیوهای شما از کدام کشور زیاد میباشد. به طور مثال بازدید ویدیوهای تیک تاک من از کشور افغانستان خیلی زیاد میباشد و من در حالی که در آلمان هستم میتوانم که انتخاب کنم کشور افغانستان را. به طور مثال اینجا روی گزینه لوکیشن را میزنم و در بالا می نویسم افغانستان. وقتی که بزنم اینجا افغانستان کابل را انتخاب میکنم و تیک تاک فکر میکند که این ویدیو در افغانستان آپلود شده و از این طریق من میتوانم که بازدید خیلی زیاد به دست بیاورم. در پایین اولین چیزی که شما میبینید در اینجا شما باید ویدیوهای خود را روی همگی قرار بدهید. یعنی هر بار که شما ویدیو در تیک تاک آپلود میکنید باید ویدیوی شما را همگی ببیند در سراسر جهان، نه اینکه فقط دوستان شما ببیند. پس به خاطر من اینجا همیشه وقت گزینه اولی را انتخاب میکنم و در پایین تر اینجا روی گزینه الاو های کوالیتی آپلود را هم انتخاب میکنم. این باعث می شود وقتی که ما هر بار در تیک تاک ویدیو پست کنیم ویدیوهای ما با بالاترین کیفیت در تیک تاک آپلود شود که این همیشه وقت برای من روشن می باشد. و پایین ترش گزینه به نام مور آپشن است. چیزهای مهم در اینجا می باشد که حالا من به شما نشان میدهم. اینجا چند تا تنظیمات خیلی مهم می باشد که موقع آپلود کردن ویدیو حتما این تنظیمات را برای خود خاموش و یا روشن کنید. یک از این گزینه ها به نام AI Generate Content می باشد. این به این معنی می باشد اگر ویدیوهای شما توسط هوش مصنوعی ساخته شده است، چه صدا و یا چه تصویر، باید حتما این گزینه را قسم برای خود روشن کنید. و اگر ویدیوهای شما توسط هوش مصنوعی ساخته نشده است و ویدیوها اصلی از خود شما می باشد، این گزینه را میتونید این قسم برای خود خاموش کنید. و گزینه پایینی در تیک تاک به نام جنریت آپشن می باشد. اگر شما در ویدیوهای خود به زبان انگلیسی صحبت میکنید، اینجا تیک تاک به صورت اتوماتیک زبان شما را تشخیص میدهد و برای ویدیوهای شما کپشن انتخاب میکند. خب از این که ما در ویدیوهای خود فارسی صحبت میکنیم و اصلا نیاز نمیباشد که این گزینه رو این قسم ما برای خود چه کنیم روشن کنیم. این را ما میتونیم که کاملا برای خود خاموش کنیم. یک چیز خیلی مهم دیگه که میخوام برای شما نشان بدهم، مطلب ویدیوی من هم همین بود که حتما باید این در تیک تاک شما یا روشن یا خاموش باشد و در اینجا تیک تاک این گزینه را برای شما به طور اتومات روشن میکند بعضی وقت و تیک تاک فکر میکند که ویدیوهایی که شما پست میکنید
برای اطفال زیر سن می باشد. اگر این گزینه برای شما روشن بود، حتما خاموش کنید و شما به تیک تاک بگویید که نه، ویدیوهایی که من پست میکنم برای افراد بالای سن می باشد. از این طریق ویدیوهای شما با افراد بیشتری نشان داده می شود و ویدیوهای شما بازدید زیاد میگیرد. حتما اگر این برای شما روشن است خاموش کنید. من خواستم به شما نشان بدهم و این تنظیمات آپلود کردن ویدیو برای شخص خود من می باشد. یعنی وقتی که من ویدیو برای خود پست میکنم، این تنظیمات ها این قسم برای خود خاموش و روشن میکنم و اگر شما اینجا روی گزینه پست را بزنید، حالا ویدیوی شما در تیک تاک پست می شود.